موقعیت هایی که توشون تغییر اتفاق میفته مثل ازدواج کردن، مهاجرت کردن، تولد فرزند، تموم شدن یه رابطه عاطفی و از این قبیل موارد باعث میشه که ما دچار استرس بشیم و کاملا طبیعیه، چون یک موقعیت ناشناخته است و تغییره و ما رو از منطقه امنمون بیرون میاره و خیلی دلایل دیگه. مهم اینه که ما بتونیم اون استرس رو یه جوری مدیریتش بکنیم که به ما آسیب کمتری بزنه. چطوری میتونیم مدیریتش بکنیم؟ یه سری تکنیک‌ها هست برای قبل از اینکه ما کلا توی اون موقعیت قرار بگیریم که اگر یک روزی توی موقعیت جدید قرار گرفتیم خیلی تنش کمتر باشه، راحت‌تر بتونیم باهاش کنار بیایم. و یه سری از تکنیک‌ها هم هستن که دقیقاً مربوط میشن به همون لحظه‌ای که ما دچار تنش هستیم، برای اینکه هم جسممون رو آروم کنیم هم ذهنمون رو. یه وایسی در جهت مهارت مدیریت استرس براتون آماده کردم. اگر تمایل دارین دریافتش کنین توی پست جدیدم کلمه استرس رو